دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه سایت دیگه و یه سایت سرمایه گذاری اسپانسری دیگه اومدم خدمتتون. ضمن اینکه خب در واقع باید نسبت به این سایت اطلاعات کافی داشته باشید تا وارد بشید. بریم سر وقت سایت امروزمون ببینیم که سایت امروزمون اصلا وضعیت سوددهیش به چه شکله. خب همونطور که الان دارید میبینید یک سری در واقع پروفیت داره، یک سری سودهای از طریق رفراگیری داره به شما میده، 13%، 3%، 1% و یک سری توضیحات دیگه هم داره که میریم جلوتر در رابطه با VIP هاش هم من صحبت میکنم. اول از همه شما زمانی که میخواین مبلغی رو واریز بکنید باید از قسمت ریشارژ وارد بشین و این چندین متد واریزی و هر کدوم که خواستین انتخاب بکنید. پیشنهاد من روی شبکه BNB چون BNB خیلی سریعتر و با کارمزد خیلی پایین تره. البته شبکه‌های دیگه هم هستن ولی خب عموما توی این سایت ها روی BNB بچه ها مانور میدن. تتر